آقای دکتر ببخشید فقط بعد از عمل لطفا به ما خبر میدین حال روحی. خیالتون راحت باشه، تو اتاق انتظار منتظر بمونیم، من میام. دست شما بفرمایید. خانواده‌شون نشستن. سلام. وقتتون بخیر باشه قربون شما. ببخشید عمل چجوری بود؟ عمل موفقیت آمیز بود، خدا رو شکر. و اینکه یک ساعت 2 ساعت دیگه مریض به هوش میاد. فقط ادرار بیمار رو در این بریزین، ببرین آزمایشگاه، برگه آزمایش رو بیارین به من تحویل بدین. این ادرارای دیگه توشون بوده خب، ولی خب اونو بیارین من ببینم. این حجم از ادرار آقای دکتر. بله. بله. بخوام به شوهرم عمل کنی؟ شوهرتون داخل؟ بله من میخوام عمل کنم. تو رو خدا خوب کنی. پول واریز کردی برای بیمارستان؟ قرض گرفتم. خودم نداشتم که. خانم به خدا دست ما نیستش. من اگه خودم باشم همه رو رایگان عمل میکنم. دست ما نیست. بیمارستان باید چیکار کنم؟ نکن بابا. روپوش نداره بیمارستان. این برای زنمه. برو بفرما. بفرما خانم بفرما. من میفرمایم شما بفرمایید. آیا زامنم یا من ننالم آیا چیکار می‌کنی تو؟ اومدی دکتر چی شد این دو تا اضافه اومد خب من نمیدونم حالش چجوری خب چرا بذارین برای دیاف و آپاندیسه این دو تا خب ولش کن حالش چجوری حال یا بابا خانم چرا میزنی؟ جواب بده شما خوبه حالش خوبه بفهمید داخل اتاق من الان میاد بیرون فقط خانم ندی بعدی دکترشان یه لحظه حرف من گوش کن. ندی بعدیشان اما دهنه باشیم شما دکترین اصلا نیستین شما شما تحویل نمیگیرن آقای دکتر یعنی ظرف دادم به من ظرفه چیکار کنم این ظرفه رو شما داخل شاش پر میکنی شاش شوهرت خب پر میکنی میاری آزمایشگاه ما درست کنیم دست در نکن دکتر لطف کردی سلامت باشی بفرمایید شوهرم گفت خیلی دکتر خوبی هستی قربان شما خدا